جنگی به کنسرت میتونه سر بگذاره بدون شکست میکرد البته خب مثل رفتن هم یه بازی کرده و هم برده میتونه اونها بدون شکست را بدون از لحاظ مدیباخت این هست ولی خب با یه بازی نمیشه این کرد در حال میتونه جریان بازی امتیازی سعید اسلامی در کنسر رفتنجان به سبب میرسه اول انتظار اسلامی در ترکیب مثل رفسنجان در بازی‌های علاوه سعید اسلامی محمد حیدری از این آمرسه محمد خالق‌خان عزیز رحیمیان پنجره آراسانی و امیر اسلامی در زمین هستند در سمت مقابل مهدی کامرانی سعید رحمانی پیش گیریان مهدی رحیمی و محمد حسن‌جان بازی می‌کنند یک تغییر آقای مصطفی هاشمی در ترکیب تیمش داره اونم به صورت اجباری مسئولیت آرن داوودی پیش گیریان به ترکیب اصلی مهرام این بازی ادامه میده. مهرام که از معدود تیم‌هایی می‌دونید که معمولاً تو ترکیبشون ما تغییری رو نمی‌دیدیم و همون همچنین می‌بینیم که 5 بازی اول با یک ترکیب ما بازی رو شروع کردن اما در این بازی دیگه به صورت اجباری آقای هاشمی مجبور شد که از پیش گیریان در ترکیب اصلی بسیار آرن داوودی استفاده کنه. اظهارات این متهم آقایان دوست کرمی و غفوری به عهده دارن یک دقیقه 40 ثانیه اول که خرید شده 3 وقته برای مثل رفسنجان فعلا آقای توقع با این تیم که انجام میده رحیمیان اون از دست رفت بازی پرفرزونشی داشت رحیمیان در کوارتر اول دوم موفق شد دروازه‌بان رو دست روشن بکنه زمین اما در شروع کوارتر سوم هندبال شد خیلی هم زود از بازی بیرون رفت رحیمیان امروز شد کامرانی چیز کرد میرسه به رفتنجاده همه دستخالی برمیگردن امروز یکی از صفرهای جدول بالاخره یک خواهد شد یا رفتنجاده اولین که از فصل تجربه خواهد کرد یا مهرام سه تیم بدون شکست در لیگ ما باقی موندن هر سه تیم در گروه دی هستن مهرام شیندو و همین تیم مثل رفسنجان تقریبا تیمی که باید یه بازی کرده مهدی مولوی نصر اسلامی اسلامی مولوی نصر مهدی مولوی نصر اسلامی فرصت اقدام پاس اصلی به فرصت از دست رفت بازم ترمزه پایین بخش این حمله این بار تیم مثل رفسنجانه برتری برای مثل رفسنجان در حالی که 7 دقیقه 15 ثانیه در اول زمان بازی است گیریان سعید رحمانی میرسه تیم از رفسنجاده برد موضوع عقب میده تیم میرسه پیشه نگه میاره گیریان سپران فرصت اقدام انجامش میده برای مهرام به دسته کامرانی جمع میشه کامرانی مناطق رنگی رو بود کرد عجیب داره اونجا داور اینجا مولوی نصر حقش اعلام شد دو پرتاب سهم مهدی کامرانی ببینیم اون دو پرتاب چه خواهد کرد کامرانی صحبت میکنه خالق‌بر دارد آقای دوست تذکر میده به آقای خالق‌بر که موقع پرتاب صحبت نکنه رسی برابر میشه تهران اول رفسنجان نفوذ جالبی که اونجا انجام داد خالق‌بر به سبب ختم نشد مهرام مهدی کامرانی نداره دست میگیره رحیمی انتظاری سمنی نداشته باید از مولوی نصر بعدم خطر مهدی مولوی نصر اعلام شد دو فوله میشه این کوارتر اول مولوی نصر 6 دقیقه 25 ثانیه از کوارتر زمان هست که
شخصی است مورد حساب اعلام شد. بیسبال مثلا جریان بزن سعید داور پناه میاد تا این کار رو برای تیمش انجام بده. رحیمی برای کامرانی سختی منطقه رنگی و امتیازی رفتای کار سخته به خوبی انجام میده کامرانی به انتظارات خود هست میاره که سه رفته برای مهران آقای حیدری از توپ‌های تیمش می‌زنه که قبیل اول تیم آبیج صنعت به صنعت رسون حیدری دستانی 4 ثانیه فاصله اقدام باید اقدام انجام بشه. اسلامی 1 ثانیه امتیازی دو امتیازی لحظه آخری از دست رفت. می‌گویان ایوان جنگ در باشه بودن که حمله بود سریع مهدی کامرانی بهش نزدیک میشه. رحیمی حسن‌زاده مدیر رسمی اعلام شده رسمی چرخه محمد حسن‌زاده اولین خطای شخصی بازیکن‌های مهران حسن‌زاده شد. 6 رفته دریه مهران تهران حیدری بوده کورنر راست می‌بره برای توپ می‌کنه رو بیستر ایکو از رحیمیان در اطلاع رنگی فلوتر موفق میشه رحیمیان خودش بارا میاره توپ رو حیدری پشت پست دوباره برای مورد نصف 3 امتیازی بعدی دوباره این حمله ادامه داره برای تیمش همچنان اینها زیادی توپ هستن دقت می‌کنه ساعت بستن جلو توی فاز هجومی اسلامی 5 ثانیه فرصت خطا در روی مجموع رحیمیان مهد کامرانی چه باز هجومی عجیبی شده برای تیم مثل رفسنجان. هر سمتی که رفتن در بسته خوردن، هر اقدامی که کردن ناموفق بود. حالا از پشت خط شدن رفسنجان رو جریان بندازن. 5 دقیقه و 3 ثانیه از کوارتر اول زمان داریم و مثل رفسنجان حیدری 3 امتیازی ناموفق این همه تموم شد برای رفسنجان با دیوانی که در خود جمع میکنه. محمد حسن‌زاده کامرانی به دست میاره. حسن‌زاده انداخت میکنه با سعید حسن‌زاده برای سعید به کورنر امتیازی برای رحیمی میشه ساعت گرد به بخشانسی سه بازی هم سولی میشاید میشه اینجا کار خوب رحیمیان دور میزنن که رحیمیان رفت واسه اقدام تو امتیازی باز از تو مسابقه گر میاد. سوال هم توی لحظه داره کثافت به خرج میگیره توپا رو نمیگیره برای مهران و خطایی که میگیره. حسن‌زاده در حالت اقدام هم نبود خطا نداره تیم مهران جانب خالیقی‌تر هم داشته باشه. خالیقی‌تر هم دوستاله میشه که بازی دوستاله خواهد داشت واقعی دوست نشون میده که دو پرداخت داره. حالا ابتدای کار دستش کنار زمین رو نشون داد اما نفرش رو برگردون حالا دو پرداخت میدیم. محمد حسن‌زاده برای محمد دوست سرداور این مسابقه پرتو محمد حسن‌زاده از دست رفت. این بازیکن کسایی برای رفتنجان از داخل اول که مردان شده از این دست هم داره نصد هم خالیقی‌تر حساب دوم حسن‌زاده موفق 3 رفته برای مهران بعد 6 دقیقه در 4 دقیقه و 13 ثانیه از کوارتر اول زمان باقی است. رفسنجان پشت پست اسلامی 3 امتیازی از دست رفت. مهدی کامرانی حیدری ادامه نقشه میکنه کامرانی تحصیل که کامران تو بالش میگیره برمیگرده حسن‌زاده برای مهدی کامرانی پشت پست رحیمی در اطلاع رنگی حسن‌زاده فول گل گرفت بکنه به این دست اول فول گل بگیره بله فول گل بالاخره دانای تفوری حتی رو گرفت حسن‌زاده دونه رو سر از مرابی نصب گرفته شده اون 3 فوله میشه. سومین خطای شخصیت مهدی
مرادی نصر اعتراض بازیکن مثل رفتن اعتراض حاشیه‌ای به این دلیل داره، اما به هر حال خطای شخصی سوم اعلام میشه از مرادی نصر. حاشیه‌ای چاره بود که سرویس نخواهد داشت. این لحظه از بازی کامل کرد حسن زاده. خلاص برایش 7 رسانه 10 بر تیاری مهران. حرکت همچنان رفسنجانه حیدری برای وحید اسلامی اعلام خطا از سعید راحت پناه زمین خالق سر. اولی تغییر آقای هاشمی در پیش انگار که قبلش کامل شده. بعد از که تعویض انجام بده و یعقوب شلیشی رو بازی اختصاص درخواست برخواست‌ها تلفیزیونش 3 دقیقه 8 ثانیه از بازی اول زمان باقی است که اولین کارمت بازی رو آقای هاشمی برای تیم رفسنجان درخواست می‌کنه. 10-3 برای منتاج جیکاب 4 امتیاز از همونجا راسته به 4 امتیاز کاملی و 2 امتیاز پریمیوم برای خطا. نیستم فقط یه سنتوری منطقه برای اسلامی بسید که بودشون یکی از 10 بوده تا اینجای کار تیمور محرمه 100 11 3 دقیقه 28 ثانیه از کار شده. آقای احسانی داره شده توش مطلب صحبت کنه. نمیشیم بازی که خطاش میگه نمیره. بازی برمیگردیم در کوارتر اول 3 دقیقه 25 ثانیه از این بازی باقی است در حالی که 10 برابری با مهران همچنان با تونست نمیتونن در حد سر برسن از این امتیازی که در طول بازی اسلامی زد حجم دارن به در بسته خورده. مهران کامانی صاحب توپ اسکین از حسن داره امروز خانون توپ رو خوب رحیمی میرسونه میگون نکرد میخواد رسونده تا آرفن اسکوید سعید آرفن حالا بوده امتیاز میده بسید خبت نشد میگونم کشتی این همه بیز رفتنجانه در نهایت توپ به دستای حسن زاده کامانی اصابت کرد و امنیتون به بیرون رفت تا بازم مثل رفتنجان باید بازی رو به جریان حیدری براش شب میره رنگی از کورنر امتیازی بزن از دست نبودن رو رنگ داره خالقی فر با رنگ رنگی میشه 2 امتیازی بالا ما بالاخره از دورش 6 دقیقه در کوارتر اول بازیکنای نصف دوره میتونن ساعت برسن تو بازی رو عدد 5 کار شدن 10 دسته برای مهران اقدام نمی کنه حرکت دیاف نارافت همینطور استفاده برمیگرده بکنه مهران عظیم همده سریع برای مثل رفتنده شلوشی خطا رو میره به طرفدار سمی برمیگرده شلوشی خواهد سریع بازیکن یبس بگیرن و پنتاب سهمه یعقوب شلوشی خواهد بود تحتیه کامرانی هم دومی خطای شخصی خودشون مرتکب شده و هم دوباره بازی اضافه شد. علی شهریاری پیروزیان شد تبدیل اول یعقوب شهریاری خطا کرد.
ضربه افغانی به خوبی استفاده کرد. این بالای گل. اما گیر تو سوال کرد با گل امروز به بازی رو برای 7 دور رفته شد. 13-6. حیدری نفوذ میکنه. کورنر چپ میبره. تو امتیازی بلند بوده از دست رفت. خطه حمله شاید اینجور گرفت اسلامی تمام ایستاد بنابرای علی شهریاری شهریان انجام سیمیت برخورد داشت و وحید اسلامی خطه حملهش اعلام شد تا حجت بازم برای اصلا رفسنجان بشن. تحویل آقای قاسمی در پیش احمال میکنه و برزگر رو بازی میفرسته اسلامی شما محمد برزگر. حرکت برای رفسنجانی کیک بال اعلام شده است. آقای رفسنزاده بال دفاع یعقوب شمیسی امتیاز شمیسی موفق امتیاز سوم برای شمیسی برای اقدام میزوج رسمی هست. 13-8 یک دقیقه فرصت انتهای کوارتر اول. شهریاری خوبی انجام میده. مالکیت برای مهران هست با 5 ثانیه فرصت اقدام. مهرامی ها بازی رو پیشیاری ها باشه کامرانی 3 ثانیه واقعا سمتازی از دست خطا داره واقعا خطا به استفاده نشد. یک حمله ناموفقی برای مهرام. اول جمع حالا بیفر یعقوب شریفی پشت گفت خیلی رو حرکت میکنه علی مالکی امتیازی راجع فقط اقدام شد دو سخت شد سخت شد برای 13 کرد بعدش خاموشه افغانی خودت به کوارتره اولین مسابقه کورنر کامرانی سه امتیازی بلند بود به سرگردان بیرون رفت بالا کوارتر اولم به اتمام میرسه این لحظه در سریع 13-10 مهران در پایان کوارتر اول. در کوارتر اول با طرف دوم تهران رو ببینیم در این کوارتر خواهد بود در این موضوع که 13-10 ببریم. اولین حمله کوارتر برای مثل رفتن حیدری سالی که به جعبه چیزش کرد چون رسول به خالقی فرد میچرخه اقدام رفتن شد محمد خالقی فرد در مکان رنگی باید چند بود طور میشه باید تکرتا بازی رو برابر کنه. دوم موضوع دست میاره خالقی فرد بک پرتابش از دست رفت همچنانی که بود برای مهران رسال 13-12 کارپناه رسول کنه علی شهریاری شریفی شخصی بالا اومد توسط رنگی سه ثانیه حمله از محمد حسن‌زاده پرتش مالکیت بازم برای نصر رفسنجان بازم برای تیم آقای حیدری به جریان او و خالقی فرد کنه سفتن که هنوز از بازی خارج نشدن. علی مالکی حیدری تفکین از خالقی فرد چیزی برای یعقوب شلیسی یعقوب 3 ثانیه فرصت انجام بشه که امتیازی چاک به خوبی شریفی چه
دفاعی اینم جایزه دفاع که بهش داده میشه در اصل مهدی کامرانی با عالی بود دفاع عالی باشه کنید به دنده سعید کنید مهدی کامرانی دو خیلی سریع به دست میاره 15-12 رفته برای مهران همچنان مالکی سیاسی رفت علی مالکی سریع جنتونی جمع و خواهد داشتا دومه سرعت بازی و دستانه شدی که بارافه احتیاط دوم شهریاری اسکرین سیازی از شریفی موفق مالکی رو درد جمع کرد بسیارم دور زمینه همین میره علی مالکی باشه مست کرد پاسوبه میزنه اسکرین از خالقی فرد بازی داره میزن میزنه مالکی باشم وقتی بسید رواشت فهمید از این جا تربیل نشید تو از دست داد اون تغییر آقای هاشمی در توش اعمال میکنه اسلامی بر رحیمیان رو بازی برمیگرد و جایزه برزگر رو پیگری میکنه تا الان فقط محمد خالقی فرد ترکیب نصف بازی که از اول بازی از همین دیده سواب میده حالا میرسه خوشی خور عرق میده پاس بکتورش خیلی خوب بود که دست اونجا عوض کرد تو کامرانی چه آفرینده ریورسی زد کامرانی در منطقه رنگی رو اونجا دیوار رو دست بود و اسیست حسن‌زاده رفته به دیوار سه رسون مهدی کامرانی دو کار 8 امتیاز 60 در کار میبرد اسلامی قطع شد شریفی تو جوهری بازی انجام میده واسه شریفی میرسه به داور پناه آروم که داور پناه سعید دوریای نبی خانمی حالا به زمین حمله اومد رفت پاس سه امتیازی کامرانی با پیش از دست رفت رو دوم شده دوم موفقه یکی دو امتیاز علی حسن‌زاده 15-14 خطا شهریاری و میرانجیده رحیمیان شهریاری هم با این خطا دو فوله شد در کنار یک کامل دو خطایی که محمد هستن اون سمت هم که محمد سفوله است و خالقی فرد دو خطای شخصی انجام بوده مجید رحیمیان سوال با زمینی هم نمیشه حسن‌زاده مالکی هست برای نصف همچنان خواهد بود با 12 ثانیه فرصت رقم در این فاز وجود رحیمیان در بزنی شدن قطع رحیمیان دو بازی رقم سختی انجام بردن و توش از دست داد تکنیکال بله تکنیکال رو سریع آقای دوست داد به رحیمیان دیروز هم یه تکنیکال دیروز که نه پریروز بازی قبلی تیمه رفتن یه تکنیکال گرفته بود رحیمیان تکنیکالش شده بود خطای پنجمش امروز هم یه تکنیکال میگیره مجید رحیمیان از داور آقای هاشمی به گرفت یه تکنیکال حالا آقای هاشمی میگیره ادامه هم میده به اعتراض خودش اگه ادامه بده دیسکوالیفای ادامه داره بشه تا الان نیم‌فصل دیسکوالیفای نداشتیم از زمین یه تکنیکال آقای هاشمی گرفت یه تکنیکال رحیمیان دو پرتابازی داد به احرام انجام بدن هنوز آقای هاشمی داره باید صحبت زمین یه تکنیکال هم نیمکت میگیره فستیوال تکنیکال ادامه داره تکنیکال بارون شده بود این بازی بعدی کیه؟ نوبتی هم که باشه نوبت برای پردازی تکنیکال میخواد در حال 3 تا تکنیکال میرستم بازیکن و نیمکت نشینای مثل رفسنجان کاپیتان که همین رومیدارشون صحبت میکنیم یه تکنیکالی سخت و پیش انجام داد امتیاز داور برای اینجا سبب رسید یه دو میداد بزن نه همون دوتا رو زد سه دو تکنیکال بزن که مبهدون میزد ما رو به حال بازی پی گرفتیم که میگه 6 دقیقه 40 ثانیه از کوارتر دوم باقی 21-14 بطایی برای مهرام اعلام شد و
تبدیل خواهد داشت. یه دونه از اون پرتواش رو زده بود در همون حینی که همین داشتن تکنیکال میدادن داورا یه پرتواش رو زد. واقعا آره سوال شد چون 2 امتیاز همین کارو برای ثبت شده. الان ما یه هاشمی داره به این اعتراض می‌کنه که چرا رو تابلو 4 خطایی نیستیمه. نسبت اعتراضش هم درسته چون همینجوری تکنیکال گرفتن روی سرعه و بعد منطقه میشون به اتمام برسه. دوم سرعت بازی گرفته شد تو لحظات بازی داشت خوب پیش میرفت در کوارتر دوم سرعت قابل قبول و با سرعت بهتر از کوارتر اول، اما این تکنیکال های پیاپی و فرصت زیاد سرعت بازی گرفت. سه 14 برتری برای مهراب تهران. حیدری یاد میگرد برگشت در کورنر استفاده امتیازی موفقه لیوان رضایی در حمله برمی‌داره اعلام خطا از شریفی برای مصطفی رضایی جمع کرد رو گرفت و از پشت خط نصف داره جریان بود. حیدری بازی رو آغاز کرد. شریفی با امتیازی موفق نیست. سبب در میاد. سریع بازی که محرم همه رو جریان می‌دونه. شهریاری دو برای علی شهریاری تو بس طرف توپ می‌کنه. توپ میره سمت زده. بهشی رو حرکت امکان داره. رحیمیان توش میزنن. مالکیت برای مس. رفتنجا برای توپ خواهد. امتیازی شبوی شبیشی از دست رفت. اون حرکت داشت اما اقدام شد. انجام توپ از دست رفت. این زمانی سریع برای مهران شریفی. حالا اینجا خطا. بله. اون میدن به شریفی. خطا اقدام براش اعلام شد. ثبت کرد حالا. مجازی 3 امتیازی قطعش. علیرضا شریفی. اولین بار دو راهی میشه با که ثبت رسید شریفی 14 باید اقدام کنه. شریفی برای چیز محرم بازی سنجی قانون کنه یا نه. اتفاق نیفتاد برام دیوان اما بندی رفتن کنم اتفاق میشه اینا داشته که مالکیت برای هلمت نه میکنم خواهی با 12 ثانیه فرصت در این هم خود 43 ثانیه 90 باقی 14 برتری برای مقام تهران هایتون این تیم هست. شهریاری به کورنر کامرانی شریفی تو امتیاز شریفی شریفی وحید اسلامی میرسن به رضای عزیزی که هست. حالا اما حیدری انجام میشه. برای آقای حیدری واسه میشه به شریفی و این بار فقط باشید دیگه نموی شریفی از خوشی بسید اما حرکت رو جنجلی به سخت رسونه 25-16 نیم امتیاز از حیدری سپری شد کامرانی قشنگ گرفت تو بازی امروز بازی مثلا شریفی سمت قبل از اقدام آقای روز کاملا نشون میده که قبل از اقدام انجام شده برای رحیمیان خطایی که از شهریاری اعلام شد استفاده میشه برای شهریاری سومین خطای شخصی خودش رو انجام داد در از بازی بیرون بره این اتفاق براش میفته نه خطای کاملی آقای هاشمی از بازی خارج کرد. خود
شهری داشت مسیر بیرون زمین رو پیش میگرفت اما برگشت به زمین و مسیر جلوگیری جایگزین مسیر کامرانی شد. توپ‌بازی رو انجام نداشت شریفی برمیگرده به زمین تیم مثل رفسنجان بالاخره دفاع تمام زمین هم جواب داد و پس گرفتن از بازیکن رفسنجان اما سبب نشد این توپ‌بازی رو از دست دادن. محمد خالقی‌فر برای دوباره بازی برمیگرده و دوباره آغاز خواهد شد. حیدری روش جلالیان برد برای رحیمیان سه امتیازی حالا موفق برای اولین توپ رو رحیمیان سبب بشه از ترین بازی رو برای 6 کاهش داد. 5-19 منطقه برای مهران صاحب قدیم کوارتر باز شریفی خودش هر حال مدرس رفت کمتر کنه. رحیمیان این بار خطا از مدافع خطا از حسن‌زاده و خطایی که سهم خلیل‌خان خواهد داد خطایی که انجام داد محضوری خلیلی مهران باید با خود کنم گفوله شد انجام میده خطاها بازی بیشتر شد. این بازی تا اینجا کار محرمانه 11 محرمانه 8 موفق بودن فقط یک اقدام بود از 3 اقدام اصول قبلی تیم رفتون سبب رسیده که آمیده بود بودن و محمد خالقی‌فر خالقی‌فر باقی 20-25 دفعه برای مهران تا اینجا مسیر جلالیان امتیازی میدرنج موفقه ایمان برای چند مهران خالقی‌فر مشترکه رو هم جمع کردن توی حیدری خالقی‌فر برای 3 امتیازی حیدری ناموفقه بازم جلالیان میرانی جمع میکنه جلو میاره امتیازی سخت موفق بود که جلالیان جواب داد که ایشون هم جمع بره به اونجا رسید تا خود بازی برای 7 برسونه داد 7 بیست اسلامی یار میگرده پیدا میکنه عبور شلوچی رو رنگ اسلامی اتفاقی تو امتیازی ناموفق باز مندی همه سریع شهریاری و سبد از فاصله ها بکنه تموم کرد جان کنه نرسید به شهاد و محمد بزنید مالش شهریاری 29 بیست مهم شد برده برای مهران عبور شلوچی امتیازی خالقی‌فر موفق آمده امتیاز برای عمل خالقی‌فر ثبت شد سرویس خالقی‌فر رفته بازی برای 6 کاهش میده 23 دوره پایینی نیمه اول شروع میکنه شریفی فرصت ناموفق این بار از علی شریفی نمیشه
رفسنجان خواهد بود تغییر آقای هاشمی در خودش اعمال میکنه تغییر جایگزین حیدری میکنه اعلام شده که رسی بر سشاسگانی مرده در نامشون استقلازی کردن و از این موقع تیمور در تیم رفسنجان مسبان رسید 1 دقیقه 29 ثانیه از نامه زمان باقی است 29-23 برتری 6 امتیازی برای مردان امتیازتون هست شریفی خطا از کدوم بازیکن؟ اینجا نمیدونم خطا از کدوم بازیکن اعلام کنه داور؟ خب خطا رو از شریفی اعلام کرد. همه منتظرن که خطا از کدوم بازیکن اعلام میشه؟ خطا از شریفی برای خالقی اعلام شد و پنجم سهم محمد خالقی فرق خواهد بود. مهرانی‌ها منتظر بودن که خطا رو داور از خالقی فرق اعلام کنه اما نه خطا از شریفی اعلام شد. سومین خطای شریفی مرتکب شد سعید شهریاری محمد خالقی فرد خطا رو از دست داد دوم خالقی فرد موفق 29-23 شریفی هم از این خاطر استفاده نکرد رها گذاشتن چون این رو از دست داد اسلامی جلالیان در مقابلشه این از خالقی فرد باری خوبنده نامت قبلی خودش این تو کار میکنه یار میگرد به رحیمیان استفاق امتیازی رحیمیان ستای دیگه برای رحیمیان تا آقای هاشمی این بازی برمیگرده که عدد 11 مثل بود و خطا رقم شده بود حالا به عدد 2 برمیگرده زمان به دهر داره اعتراض میکنه که باید درش خطا اعلام میشد اما نشد و هر حال بازی به جریان میفته و حالا مالکیت برای مهمان با 28 ثانیه فرصت مهدی کامرانی مهران در انتهای نیمه اول مسابقه با 2 امتیازی میانه برای رفت هاشمی 27 به صورت 15 دقیقه خوانده شده شروع کوارتر سوم دوباره در خدمت شما خواهیم
یکم دومین دیداشون توی فصل برگزار می‌کنن مجلات می‌تونستن ببرن حالا از دوم در حال حتی سخت این مهران قراره که هر پنج بازی برگزار ببره و 5 کلیدی هفته ششم گذاشته سه خطای بازی ادامه سریع حمله برای مهران که موفق نیست دوم چجوری اونجا خارج میکنه حسن‌زاده ایمان ثبت کرد اما سر توپن اما پیکو چقدر راحت و چقدر راحت اومد حسن‌زاده خب من عذرخواهی می‌کنم دوباره هر چند وقت یه بار یه مشکل اینجایی که برامون به وجود میاد و باید نمیدونم چجوری باید حداقل روزی یه دونه از این مشکلات داریم اما من عذرخواهی می‌کنم امیدوارم که دیگه این مشکلات اتفاق نیفته اینجا گلگل رقم از داریم تحویل‌ها رو کامل کرد محمد حسن‌زاده مفروض عوض کرد برای تیم مهران با این اقدام دو امتیازی که سبد رسوند 30 مهران تهران قدرت آمد اقدام کنه محمد حسن‌زاده تحقیل آقای هاشمی دستمش انحال میکنه آقای امیر هاشمی سرمربی تیم اسم کوچیک بود سرمربی ها دستمون نمیگفتن امیر هاشمی سرمربی هست و رفوری عمده دارن خطا کاملا مثل از محبوب کامرانی هم بجای عثمانی سه خطای بازی اضافه شد سوم خطای شخص مدیر اعلام شده بازم مالکیت برای مثل رفت انجام میشن لنگه برای مثال بکنه یعقوب شلوچی جلالیان گرفته شده و اولین خطای شخصی خودش این بازی رو ثبت رسوند اسلامی عقیل مسیح میده اینا شلیش برم اسلامی یکم از دست رفته تو منطقه رنگی حرکت قشنگ اینجا حسن‌زاده اینجا حضور شد باید دست عوض کردن دو امتیازی رو پشت دست رو بخوش امتیاز 14 میرسه محمد حسن‌زاده مشاهد 30 باید امتیاز داخل برای مهران کامرانی خطا اعلام شد شماغات پولی شد نهده کامرانی اون خطایی که ازش گرفته شد شماغات خطایی شماغات نهده کامرانی و خودش سخت رد کرد این آقای مصطفی هاشمی رو از خارج میکنه یا نه با آقای هاشمی اشاره میکنه که کامرانی از این خواست اول جوانیان تبدیل کنن و شاه خروجی نهده کامرانی مصطفی هاشمی او رو از خارج میکنه و علی
شهریاری رو جایزه می‌کنه. با این خطا محدودیت خطاهای تیمی مهران هم داره. خیلی زود به اتمام رسید. و این استاپ. استقدام. بازم خطا دیگه نیمکت مهران رو نمیشه آروم کنه که می‌کنه میگیرن. اینقدر اعتراض کردن که چند ثانیه اخیر میتونن بگن که اتفاق گرفت کردن. من نمیدونم. آره میشه اون مثلا که تایمر اینجوری میشه. از بازی رو از دست دادیم. عذرخواهی میکنم و امیدوارم که برتری از این کوچه کرد در سانگو که آقای حسین گوینایی امیر حسین رفتی مثل رفتنجا به این تغییر در روان بازی ایجاد آقای تو از دست می‌کنه مثل رفتنجا محمود سریعی مهران خطا به تعقیب سهم مهرانی و پیچر شیریگوریان حسن چه سوریاری حلقه بازی افتیده شرکت پیگه میشاریه موفق دوباره بالای انفکشن رو پاسش کنه مهران شهریاری بودن این کاری ادامه داره بالاخره سنجوری اقدام میشه یا نه خطا بله من عقیده از فویگل رو میدم به حسن‌زاده 3 امتیاز رو به عوضش کنه
4-33 که خالدی فر هم حالا 4 خطایی میشه با این خطایی که ازش اعلام شد. اقدام کنه آقای حسن‌زاده تغییر آقای امیررشیدی اعلام میکنه و مالکی رو مجید رحیمیان میکنه. دفتر حسن‌زاده کامل میکنه 13 امتیاز 45-32 برتری برای مهران. به دست برده بود تنظیم زمین فاصله حسن‌زاده بوده از دست میدن بسیاری رفتنجی در ترکیب تیم مثل بازم اتفاق میفته خاله مباجه رو خوشو به عقوب شلوشی میده ترک شد بود همه تیم مهران خواهد شد شهریاری سعید پناه به کورنر چپ میبرن بالا میاد علی شهریاری بسید رنگی حالا به جریان میفته حیدری کورنر با جک اسلامی حضور داره شلوشی دوباره یار میگه کورنر راست مالکی انجام نداد حالا این کاری عبور شلیسی انجام نداد که کاری سرعت نمیشه مالکی تو انجام میشه رفت انجام خواهد بکنم با 14 ثانیه زمان اقدام 3 دقیقه 59 ثانیه سوم زمان باقی سعی توپه امتیاز رایی اسلامی باز هم دست میره عبور شلیش داد از این همه باز استفاده نکنن کنیمس برای مهران به جلب سعید آخر امتیاز از کورنر مصرف اوضاع بهتر و بهتر که تو کوارتر سوم تو همین کوارتر مهم رو تموم کنن مهرامی ها 48 شده خلاص شد 16 امتیاز حالا شده کوارتر 2 امتیاز رفت در این ابتدای کوارتر با 3 امتیازی اسلامی بازی برای مس همزون حالا در حد 13 حسکه امتیازی خلیفی کم میکنه 10 حسکه اولین بازی کنه مس با امتیازی 2 رقمی در بازی امروز انجام شد تو منطقه رنگی تو اصلا میزنن دفعه موفق بود اما خطا تکنیکال بعدش تکنیکال حسن زاده از داور اما از خطایی میخواد اعلام میشه محمد حسن زاده از داور تکنیکال به کنترل اشتباهش به رأی داور تو این صحنه تا حالا 3 خطایی بشه تعویضی باید انجام بشه حسن زاده از بودی خواهش میشه برای مصطفی هاشمی و خطی رحیمی رو جایگزین میشه خط رفت بازی برای تیم رفسنجان که اینجا فقط روی تیم اسلامی از 36 5 ثانیه از کوارتر سوم زمان باقی است 12 امتیاز برای مهران تهران کنید برمیگرده 48-38 جلالیان موفقه دیگه استفاده کنه 50-38 مهران
هیدری واسه اقدام فولدر هم میگیره مهرام بالاخره دستش تیموزی ساعت باز شد. هیدری کسی که از اونجا قبلی تیم سنگال رد خلافن تونست از بهترین تیمش باشه. یه اولین تیموزی از داخل سفر رفت رو تیموزی سنتری باشم و این تکرات رو کامل کنه. آدیس امتیازیش کامل نمیشه اینجا اما حمله برای مثل ادامه داره همچنان و از اینجا حالا با 4 امتیاز رو خارج می‌کنه و مندی جمع می‌کنه نایمرسد رو تکرمایی می‌کنه 50 امتیاز برداری برای مهرام تهران. شهریاری و جلالیان امتیازی اقدام ثمری نداری و من دارم مهرامی ادامه خواهد داشت. پیتر گریگوریان 5 ثانیه فرصت برای شوت‌زنی داخل ناموفق بازم یکی بار عمیق میگم ولکن نیستن مهرامی‌ها تو این حمله بالاخره سر می‌زنن یا نه این یکیش تو این یکی رفت نشه بازی نشه دومی رو برای مهرام به سبب میشه تو این فاضل‌گیری توسط علی شهریاری 53 دقیقه رقمی میشه حالا رحیمیان یعقوب شلوشی امتیاز آخر اسیست رحیمیان به امتیاز یعقوب شلوشی 1 ثانیه از کوارتر سوم باقی است 44 12 خودش انتظار دو رقمیه مثل رفتنجون تو این بازیه. شهریاری گریگوریان شیک میده سپک میزنه امتیازی مانسس رفت نمیز سریعی رو شیک بگیره آمد هیدری رفت میده جایی که نمیزد هست عقب شلوشی عقب انجام میده با رحیمیان امتیازی میزنه بازم رحیمیان از کشمه سرک رسید اتفاقاتون کمتر میشه 6 امتیاز برتری با مهرام 2 ثانیه تفاوت سر شد و زن با موقعیت کوارتر هست شهریاری وصول کرد پاس نمایشی میرسه به رحیمی اما جای اقدام برای رحیمی فضا رو باز کرد برای اما پوست سبد نمیسید دو فردا رو خواهد داشت محمد مهدی رحیمی با این خطایی که گرفت چه خط کرد رحیمی مهدی مارزی نصف هم 4 ساله شد با این خطایی که مرتکب شد سوگل مسکن 4 ساله ترکیب مثل رفتگاه بعد از خالقی فرق می‌سمتن برای مهرام مهدی کامرانی و علی شهریاری دو خطای شخصی انجام دادن. دو خطا برای رحیمی که اولیش موفق نبود 7 ثانیه امام آخر کامل زمان باقی خواهد بود دوستان محمد مهدی رحیمی دست ریمان برای اون تیم برای بالاخره میشه سنجان به برگردان بالاخره اینجا از خط خارج شد جنگیدن باز کنه مهرام سریع کنه حفظ کنن حالا فقط 2-8 برای یک اقدام دیگه فرصت هست اینو با کنگان از کجا رها خواهد کرد هیدری 3 امتیازی لحظه آخری موفق نیست به کوارتر سوم در این لحظه به اتمام میرسه برتری 53-47 تیم مهرام در انتهای کوارتر سوم این مسابقه با 6 امتیازی با این کوارتر به اتمام میرسونن. همچنان بازی نزدیک هست و چیزی فعلا از این وقت آغاز می‌کنیم آخرین کوارتر تقابل تیم‌های مثل رفسنجان و مهرام تهران رو بازی به اطلاف 6 امتیاز رو نزدیک کار پیش می‌برن اتفاقی که در کوارتر سوم برای 16 متری حالا برای 4 فقط برمیگرده دوباره بازی برگشت با رفسنجان در لحظه پایینی کوارتر سوم در شروع کوارتر سوم شد بازی برای 4 کاش می‌دن 53-49 کورنر امتیازی متین جلالیان ناموفقه حالا سازمانی میشه رفتنجان سوم کمتر کاشی دوبایی انجام میشه یا نه طاقتانه به توپ رسید خیلی هم خوب کار انجام داد همه مهرام دنبال خواهد شد خطا
قفلت کردن رفتن از توپ از دست دادند و میگم جریمه شدن که از حیدری گرفته شدن از خوش خط محمد جریان بیفته 49 جلالیان پیتر گیلگولا تحمیل سعید آرپنا سعید حسنزاده براش پشت خود دوباره خود آرپنا نفوذ باز برای حسنزاده بازم سبر بازم سبر یه از اونجا قاطی میکنم از کنیم اسلامی ها مهاجرت رو حفظ میکنم بودنی همه میاره حیدری 55-49 چه امتیاز آخری برای مهراب خود رحیمیان دو امتیازی بازم نمیزنه هفتمین اقدام دو امتیازی از رفته رحیمیان تو بازی امتیاز کسی که 4 امتیاز زده صرف از 7 امتیاز رحیمیان این شوت از رفته با ارتباط سریعان جمع برگرد سری برای مصر در مورد یک هفته خوب بالاخره رو گرفتن همه ادامه داره این برای مهراب ساعت اومین از اون بالا رفته شهریاری نفوذ میکنه به سوارم میرسه اگه شهریاری باشون حلقه رو ایجا امتیازی نداره فاصله داد برای تیمه فاصله زیاد میشه 57-49 8 امتیاز نداره برای مهراب اعلام شد خطا بعد از اقدام بوده دو امتیاز که سطحش هیچ حالا خطا هم از پیتر گیلگولیان اعلام شد اما برای خود یعقوب شلوش اعلام شد فولگو رو گرفته این هم تکرات چقدر یعقوب شلوش 14 رسون این تکراتش رو شفاعت کرد از دست رفتیم پرتاب 57-51 6 امتیاز برتری برای مهراب در اطراف چهارم کوارتری که 2 دقیقه 15 ثانیه ازش سپری شد علی شهریاری جلالیان تو حرکت پیتر گیلگولیان همچه خود پیتر متین 3 امتیازی از کورنر مسابقات در میاد بازم درست میشنیدیم بازم خطا این بار خطایی که یعقوب شلوشی انجام داد سواد خودشون اولین خطای شخصی است یعقوب شلوشی بازی از مهراب به جریان میفته جلالیان دو امتیازی کوتاه بود ایربال شد از پولی که از درگیران پشتش اومد مهاجرت رو ازش حمایت کرد پشت به خاطر رحیمیان رسید نه نمیرسه سریع مثلا برای مهراب برمیگرده بازم حرکت سریع می‌زد علی شهریاری چه گلی گرفت گلی گرفت شهریاری در حالی که اصلا تعادل نداشت اصلا دید نداشت به سبب کار خودش رو حجمی بود انجام گرفتن شکل ممکن حتی هم گرفتن حالا امتیازی برای علی شهریاری خواهد بود امتیاز برای شهرسون او هم به بود زنگ به زور همی شد و تکرم جایزه خواهد داشت علی شهریاری بازی 3 امتیازیش رو کامل نمی‌کنه. اختلاف رو علیه 8 باقی مونه. 50-51 خطای علی مهراب. رحیمیان خطا. جلالیان اعلام شد. دومین خطا شخصی است. متین انجام میده و حال بازی قرار نیست این بازی دو بزنیم رحیمیان اما باید طرف میاد در یک تیپین سوانتوزی رو رسم رزیبش یعقوب شلوشی 59-53 شهریاری جلالیان سه امتیازیه
متین ناموفقه با سرگردان اعلام خطا از آقای سنترال چرا خطای شخصی از هم اینجا گرفته شد. کار او هم در ادامه این بازی سخت خواهد بود در زمین. حالا آقای مصطفی هاشمی مهدی کامرانی رو بازی برمیگردن، اون هم چارفوله است. علی شهریاری سه بازی چارفوله بازی مهران که هر سم الان تو زمین هستن. حمله برای مثل مجید رحیمیان به جریان میفته. مجید افت لیاب و بالاخره دو امتیازی زد. بالاخره رحیمیان که دو امتیازی سبب کرد بعد از 8 اقدام دو امتیازی از دست رفت. 4 امتیاز دوره بازی نزدیک میشه 59-55. 4 امتیاز برای علی مهران. مهدی کامرانی برمیگرده. کامرانی به کورنر برد. لب خطی در اختیار داره کارپناه. راست برد. کامرانی یه فیک عالی ادامه پرواز کرد و رفت، اما امتیازی رو ثبت نشد در کنار و مالکیتی که برای مهران خواهد بود. اعتراض سنگین بازیکن مصر رئیس‌آور همه دارن می‌ریزن سر آقای کرمی اونجا. حالا ظاهره دیگه به کمک آقای کرمی که همینجوری برای خودش عقب میرفت. ریختن سر آقای کرمی. به هر حال مالکیت برای مهران فعلا خواهد بود. ببینیم آیا تغییر خواهد کرد یا نه. مالکیت خواهد کرد مشکلات آقایان غفوری کرمی و دوست داور مسابقه و برمیگردیم مثل رفتنجا میان. حالا هم بازیکنی داشتن که به اشتراک می‌کردن آقای کرمی اینجا آقای مصطفی هاشمی که مهران درخواست میرن که دقیقه 40 و رحیمیان در حال بازی برمیگردیم. 5 دقیقه و 49 ثانیه از این بازی زمان باقی است. 59-55 برتری 4 امتیازی برای مهران مالکیت. برای مثل رفتنجا از این امکان سپنتر میشه این هم داشت. سلوچی پیگوریان خونسا بازی میکنه. سلوچی دو امتیازی داره دورش موفق نیست. چی میشه؟ بالاخره کامرانی این حمله خاتمه به پایین دیوان رو خورد. این حمله میانه. علی شهریاری همچون میکنه کامرانی پشت به خودش میرسه. کارپناه از دست رفت. دفاع دیوان انجام میده. حیدری یک تنی میزنه به قلب دفاع ولی همون کامل کرد. قشنگ از حیدری شده بودن اون کارش داد. 59-57 نیمی از کارپناه سپری شد. رفسنجان تیم برتر زمینه کامبک رو کامل میکنه بازیکن رفسنجان تو بازی امروز از افتادگی 16 امتیازی. حالا بازم تو داخل کارو کیش میافتن 60-59 4 دقیقه 32 ثانیه فقط بازی باقی مونده. یک امتیاز پیروریان سعید آقامی سرعت سعید برای خود تیم امتیازی دارپناه دیگه با تو تماس ماشین در رحیمیان تو از دست می‌آورد و خاله به خاطر تو برای خطا میشه اینجا از بازی باید بیرون بره اصلا داره انجام خطا شخصی خودش بار برای مهران سخت‌تر هم میشه با گل شدن آقای حسن‌زاده به تماشای این بازی حالا از بازی خارج خواهد شد با انجام دادن پنجمین خطای شخصی و بازی براش زودتر از بقیه هم تیم‌هاش تموم خواهد شد. متوجه هم این خطایی که ازش اعلام شد تا داشت که دستش باز کرده پالایوات تو صورتش اما وقتی اعلام شد و تغییر آقای مصطفی هاشمی در تیمش اعمال میکنه. علی رحیمی و متین جلالیان رو به بازی میفرسته دوباره. با فرق تمام پالایوات
حسن‌زاده کار رو میکنه خیلی سخت‌تر میکنه برای اهرام تو این بازی که براشون سخت شد مثل بازی نهال اکسون. دومین تازه خالدی فر از دست میره 61-59 دو امتیاز برتری برای مثل رفتن کار یک بازی زمان بازی تحت کنه شرفونه است برمیگرده حتی جلالیان میشه کامانی کورنر آخری که خالی شد 3 امتیاز هم زنیه میشه جلالیان میشه تحته محمد هیدری چون زمین هم میگه با کمک خالقی فرد دوباره اسکرین میرسه هیدری پیدا کرد خودتا نشد شلیشی از پشت میرم چیزی موفق نبود مالکی هست ولی محرومه سعید آدم اشاره کاش نزدیک میشه و انگلیسی فیلم میذاره رست کامانی کورنر پیتر اوپن شات بالاخره میره میکنه 62-61 یک امتیاز برای اهرام 3 دقیقه فرصت داره که مسابقه رحیمیان رفت شلیشی نصف بود همچنان با 8 ثانیه فرصت ارجاع سعید اسمیانی مثل رفتنجان بازی برمیگرده به تحقیق یمای امیر هاشمی در تیمش انجام میده و مهدی مرادی نصر به دوباره بازی برمیگرده 8 ثانیه هم داره مثل باقی مونده تیم میگیره میره واسه اقدام به امتدی سمره به جنگ رحیمی برای این امران به جریان خواهد افتاد سعید وطنا از نگه میداره کامانی بازی بازش میگیره کامانی صحبت احوال کنه تیمش بهش نزدیک شدی که گیرگیریان میرسه دوباره کامرانی کامرانی 3 امتیازی ناموفق ریباند برای مرادی نصر تیم مصر با 30 ثانیه فرصت تانزه مسابقه 61-62 یک امتیاز برای محرم مالی کرد برای مصر رفتنجان سعید اسلامی مرادی نصر دیوان خواهد میتونسته خانه بسر بازدست جهیمی جلالیان کورنر یکی دیگه خودش این بار کامرانی که فضا داره اما از دست رفت سریع به کنه نصف همه میرن توپ رو جارو میکنه رحیمیان هر دو سرمایه به توپ آنجور داره ولی اقدام کنه توی ثانیه‌های پایانی رحیمیان 10 ثانیه فرصت مالکی کرد توپ خوش برمیگرده توپیش میکنه آدم کنه رنگ میشه از میزه و خاندان میگیره ببین مشهد آقا شد این سالو خواهد که آیا رای قرار عوض بشه ببینید چی میشه یه تصمیم خیلی مهم میتونه باشه این رای دارن مسابقه ببینیم فولگل رو تایید میکنن یا نه محرمه اعتقاد هم باید خطای حمله اعلام میشده ببینیم نظر آیا برمیگرده یا نه اشورت کلامی و قهوری رو هم بیانیم در نهایت رأی تغییر میکنه یا نه ادامه داره رنگی که باید هرکوزه تمرین کنه جوزه خودش ببینیم چی شد خب خطای حمله 180 درجه همه چی شرخید هرچی گفته بودیم تعریف کردیم از فولگل رنگیان هیچ مالکیت برای محرم خواهد بود دوباره با خطای حمله کرده شد کلن نظر دوباره به گل برگشت خب ولی
که گل هم البته قبول نیست و بازی هم دوباره پی گرفته میشه 62 در طریق تکل جمعه محرم که یک گل 15 تا از بازی حالا سعید آرپناف اسلامی اسپین از رحیمی براش سعید کار میکنه جلالیان سه امتیازی نمیره اون سرگرمی برای جمع میشه یک دقیقه فرصت تا انتهای این بازی با زمانی کس رو رفتن جلوی رفت خواهند داشت یک امتیاز عقب هستن حیدری بازی خوش برمیگرده صحبتی با نیمکت تیم محرم انجام میده آینده تو درخواست کنه آقای مصطفی هاشمی برای حمله برای محرم با 14 ثانیه فرصت چه حمله برای سایل توپه جلالیان همطوری عملی دنبال میشه سعید آرپناف پیتر ستا نمیره نرفت تو آنه برای محرم ادامه کرده چون دوم خراب شد چون از دست میره سری اسلامی بازی آروم میکنه خطا کنه حالا این کار مهدی کامرانی انجام داد بازی کنه کارفوله است کامرانی با این خطا پنجمین خطا شخص بازی انجام داد او حماله از زمین باید بیرون بره با 5 فوله شدن بعد از اساس روم دو پرتاب سهم اسلامی خواهد بود. حمله بازی استفاده نکردن. حالا شانس برای مس از ساختن بازی رو برای 3 برسونن. کاملی هم بازی رو ترک میکنه و جاش علی شهریاری وارد زمین میشه تو این لحظه پایینی 17 ثانیه از وقت باقی است. دو پرتاب سهم اسلامی. پرتاب اول مصطفی بود. حرفی رو توی از اصحابه در وقت اما دوباره برگشت شفتی 4 شفتی دومون چه قد کرد سعید اسلامی پرنامه دومش موفقه تایمات رو درخواست میکنه آقای مصطفی هاشمی 3 شفتی رو حالا حتی اگر محرم رو توی 3 امتیازه بزنه باز همینطور بازی رو اوورتایم بفرستن هنوز چه خواهند کرد به صحبه میرسن یا نه جریان موضوعی که برمیگرد آقای دوست که دوستی بازی صادر میکنه جریان موضوع اینطوری گریزیلا به جریان میندازه باید یه تحلیل به سعید آرپناف 8 ثانیه فرصت اقدام به آرپناف 3 امتیازی سعید نمیره نرفت این فرصت از دست نمیده محرم اسلامی این زن رحیمی رو سبد کار تموم میکنه یا نه بله انجام بده رحیمیان که میتونه براش معروف خامه روی کیک باشه دیگه این تک پرتاب که این اتفاق براش نمیفته توفه دسته خودش اقدام بکنه انجام بده دیگه صحب نکنه پایان مسابقه برتری تونه اولی شکست قبل برای کارلان های مصطفی هاشمی و انجام در دومین بازی فصل کلیدی فصل خودشم دست میاره جذاب و دیدنی شباب بازی رو میبرن کارلان امیر هاشمی حدوداً 35 دقیقه دیگه با بازی تیم‌های صنایع هرمزگان